وقت شما بخیر. در زندگی همه ما ترک‌هایی هست. ترک‌هایی در شخصیتمون، ترک‌هایی تو رفتارمون، تو حافظه‌مون از گذشته و حتی در رابطه‌مون با دیگران. یه زمانهایی این ترک‌ها ناشی از اون زخمایی هستن که تو بچگی خوردیم. یه زمانهایی از اشتباهات خودمون ناشی میشن و یه زمانهایی هم از طرف دیگرون میان که به عناوینی ما رو شکوندن. ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که بهمون یاد میده که ترک‌ها رو پنهانشون کنیم. به ما میگه لبخند بزن، قوی باش، چیزی نگو. اما پنهانکاری درمون نیست، بلکه ما رو دائم در ترس این نگه میداره که مبادا این ترک‌ها رو بشه و همین تلاش برای پوشوندن تمامی اینها انرژی ما رو از بین میبره. درمان عزیزان از جایی شروع میشه که حقیقت رو بپذیریم و اونو به حضور خدا بیاریم. تو فرهنگ ژاپن هنری وجود داره به نام کینتسوگی. وقتی یه ظرف سفالی میشکنه اونو دور نمیندازن. اونها تکه‌های شکسته رو با دقت جمع میکنن. پس از اون با رزینی که با پودر طلا قاطی شده ترک‌ها رو پر میکنن. اون ظرف نه فقط دوباره مفید میشه، بلکه ارزش بیشتری هم پیدا میکنه. شکافا و ترکاش حالا به بخشی از زیباییش تبدیل شده. روح القدس در زندگی ما همین نقشو داره. او روح ترمیمه، نه تنها ما رو تسلی میده بلکه شخصیت ما رو تغییر میده. وقتی ترکامونو با حضور او و با کلام خدا پر میکنیم به تدریج به شخصی تبدیل میشیم که نه پنهانکار بلکه شفاف، صادق و پر از قدرت خداست. ترکامون چی است؟ از کجا اومدن؟ از زخمای گذشته، از ترسامون، از حسای بی ارزش و بی کفایت بودنمون که دیگران به دروغ تو ذهنمون کاشتند، از گناه. هرچه که باشه روح القدس آماده است اونا رو با طلای محبت، با طلای حقیقت، با طلای فیض الهی پر بکنه. مسلمه که این یک شبه اتفاق نمیفته، اما در طول زمان با کار مداوم روح القدس زندگی ما به یک شاهکار تبدیل میشه. پولس در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 7 اینجوری میگه ما این گنج رو در کوزه های سفالی داریم تا این قدرت بی‌نهایت از آن خدا باشه، نه از ما کوزه های شکسته ای هستیم، اما گنج درون ما روح القدسه. وقتی بپذیریم که شکسته ایم و اجازه بدیم او عمل بکنه، خدا از ما برای جلال خودش استفاده میکنه و ترکامون به زیبایی ما اضافه میکنه. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم و بذاریم روح القدس هر روز در ما کار کنه و ترکا رو با محبت و حقیقت و فیض الهی